ای جمال چی بیکاری مفلسی شده این روزا بیخی اینجا کل روز سیشته تکویچه چیکار بکنیم مفلسی بیکاریه میگو بیا خیلی کار بکن چیکار؟ میگی کاکایزیم سو به شرط به کس خانه میگی تو چی گپ هستی تو بگو کاکایزیم سو به می انار آخر مثل که چینده ایر به تو میگو به شرط که به کس نگویی چی گپ هستی تو بگو ایو دلو دفعه کندون پلیس اندونا رفتی با کل شهر خبر شده که علی خوشما بچی مگه او دفعه ما گفتو خود تو به دکان که بردن اندونا خود خبر شده حالا خوشما برات از گپ نمیگردی این دفعه بل کس خبر نشد گفت کاکایزیم انار آخر فکر کنه چین دکی نمودم یک موتر بار که بور خودی هم خیر رفته کی کس تباغ نه خیت میر تباغ کم انار منار چیزی جمالو کی تو نباشه که باز گیرشی زدن بخوری نه ان شاء الله کس نه پیشین امروز کل رفته کاکایزیم هم گفت رفته بره دیگه حالا کی میگی کس خبر کس مس نباشه کاکازیم نگفتی رفته انارار برده خونی دیگه هیچ کس نتیم گل خونه کس مس نباشه موتر تیر شه یک رقم بره که نفهمه باش موتر تیر شه بره دیوال شیشه داره اگر نشی باز پیار تو مرم بیاز پچرخ کنه خیلی بری که حالا شو بالش بال دیوال خوب بلند بکن تو بس مثلا که میتونه بلند شد پر دستات نخله شیشه بیا هیچ کس هم نیم بیا جمال دیر شو کس خونی خوب هزین یا سم این سگ از نمارونه کجاه نه سگ نیه بیا سگ همون روزا خب میگو بسته آره بسته کرده سگ کجاه بیا جمال بیا تی گل خونو کسی نباشه نباشه خوب اگه بود دروخش ملاقات والا هیچ هم خیلی نبردیم اگه تو باتی تو کنی خود تو مادر میکش من تا پودم چتل میشه بات تو زمین میگه مادر من میکشد آدم که تو زمین لطم میخوره نه کارتن خیلی کارتن پور من یک بجه هیچ کس نه کس نه کارتن یاره غفور انارام چیندیه کار خوشماسونه فقط خوشمار کسی گیر نکنه خدا چینده باشه اینا بخشما خوبه بیا جمال ما که میگن آنها جا که مسیح کسی نباشه اینا هم خواهی اینا ساخته بدن تیز شو گفت نگل تیز شو یک چند تا خوبای بخش ما جمع کنم جا گفت زدن که برو خیلی نفر گفت زده انار میخوره انار اینجا کتا انار کس مثل نبره از دی باغ انار بباده تاره که بفرشو انار ساخته بچه بدن بس که تو یک خوبای بخش ما جمع کنم یا خدا بسم الله الرحمن الرحیم از راست انارار خط نبری نه بودو بره اینا کننجا شما کنه اینجا چی میخواه اینه دروازه بسته این از کجا آمده اینجا اینا کنشته میدوه اینه شما کنه بسته آخرم بردارم که بود یک خوب به نظر که میرشناختم به نظر همی جمالک بچه که خدارم بود جیره مار خو میزه اینا آمده به ته باغ انار ببره باشه که برو دن سرای زنه باش حسه کنم انار برده آنها بعد مگبور پیش پیر بگو جلو بچه خور بگیره خدا کنه که انار نبرده باشه ناخر من دیدو با خو کارتن هم آورده بیده که انار دوزی کنه خونه خراب بده چه که چیز غنار هم وردشته بیده خوب که ما با وقت ماده بیدو نه انار دوزی میکنه جا یاد گرفته دیوار بالامش باشه که من دنش راز نبرو پیش که خدارم بگو به جلو بچه خور بگیره انار دوزی من تباغ اومده بچه ها بیخیرم رفته کل گنجینی کل کارا چرا مگه ما بکنم صبح شده لا حول ولا اینگر چیزی هم نیه بیخیرم اشکش بسم هم چه یک دیگر بردارم چی خبر؟ خوبی سفید پوش کردی بازم روز کپ مپی انارار مثل که فرختی خوبی خوب لالا بخیری خوب شکر نمیجی بس مصروف همی کارایی کم تو سیر هسته نه از مرگ سیره
از صبح که صبح شده این چسبیده گسپندار یالا داده که اینا رو کمک چریده که بلگاز نارم خورده انگورا خلاص شده به جوک همه و تیر میکرده برای مو طرف گفته امیر یک چیز میز کشت کنه بچهای بی خیر هم گم تو سیبو که تو ریش سفیدی با باغ کار مینم کل روز همین چسبیده اینا بی خیرام به کوچه ها میگرده کل روز محمدو از دست بچه‌ها یک شکایت بکن دل خدا رحم گفت از اینکه پیش ده کس برد پیش خود تو بیا و تو بگوی بیتره همین رکار صبح چین دو برد و بازار فروختو یکم دیگه مونده بیته با دوباره کمو در که همین تو وا کرد و 10 دقیقه پیش 2 نفر همین تو میجه میره دیوال خورو طرفوندا یک خو بچه تو بود من جماله که خوشناخت یک رفیق هم خیلی آورده بود حالا اگه خود بیاد دروازه به من بگه بازن آر میدوه ته باغ انار دوزی نکنه دیگه حالا پیش که برو شکایت کنه دست بچه تو با خود تو میگو بچه خور اصلاح کو بار آخر باشه چند باره که با تو میگو محمد با تو بگو کاکا کاظم تو مطمئنی که اونا بوده که باور بکن حال خیلی تو گپاشیده بچه می تو بچه نیا خود تو میشناسی مطمئن از می چیشا خو میدیدو خیره که رسیفید شده ولی میشناسو لالا ما تو خلالیه دیگه ای تام خونی که بچه تو نشناسو مطلب ای بار ما با تو بگو حالا می دو تامین تو سگای هم میگیره تا باغ غلام بودو بچه‌ام میگه اگه دیگه باغ نور دیدم می تو بزنه که دیگه نتونه راریه با تو گفتم مطلب کاکا کاظم تو چرت نزنه که ما بچه رو ببینو خیلی گپ میزنه کل گپار میگو که دیگه چی نکنه خیلی بچه به سوسی هم گپ نزنه بزنه بگو دیگه کارا نکنه نه میگه بچه رو نزن نصیحت کنه که خیلی که بله تو زور آورد ما خلاصی یک کار میرم خب من میره دیگه کاکا خودم دیگ بارش کنم دار اگه میری خیت بر بخوره نون بخوره غما ای کاکا گزیم به خدا نمیشه بیخ اگه نمیرفت خیت دیگه می کار اگه میر خلاص کنه میرسون خونه دیگه تو من رفت دیگه واسه بالا بچه‌ها تو باشه برو بخیر بهش تشکر که گفتی دیگه من خیلی گپ میزنه بخیر گپ زدم برو کش کنه کو یخ نشه بخیر بشه خداحافظ توبه اشته کارش از دست از بچه بزا و بیخی بلگرد چه ده خیر هر کس میگرده نمیفهمه چی کار بکنم کار زندگی خودم نمیفهمه کل روز کار منی زحمت میکشی برای خونه کرده پست میده مینو اگه نمینو تو صبر بکن تو یک دفعه خونه برسی من حالا پوجیش بکنم از باغ تو باور بکن تو پست خونه آبرو بر ما نگذاشتی کار بار نشی کل چیزا بیخی دیگه چی کار بکنیم برای می شرف تو بی شرف بچه هم آماده که خوبی جمال چه خبر خوب است بابا بخیر سلامتی باشی خوب است چی ته دستم از من جوارشم تو بازی میکنم تو کجای بچه گومی ما میگه دن سرا میششته بود یک دم گفتم تو نمیفهم وقت کشت کشاورزیه باید آدم سرکشت خوب باشه مون یک ساعت اونجا علف درو مینو جوک پاک کرده که او تیر شه زمینه که پیاز یک چیز بکاره خود تو بودی دیگه من یک دم رفت دن سرا تو از دست کاکازی ما از دست شکایت کرده که تو ویلگرد شده کل روز شیشته خه بچه‌ها میری میگردی بابا خور انداخته بودی دروغ میگم ما غفورم این دن دکانک شیشته بودی مجلس میکردی آدم ریش سفیدی به نظر تو دروغ میگه کاکازی ماده میگه من باغ داری شد دیدی که 2 نفر مجلس ام بچه تو میگه خب سه دیدو کاکازیم کجا بود که باغ بیا ما دیدی کاکازیم انار آخر برک میفروخت ما دن دکانک شیشته بودی خبرم داری که کاکازیم انار آخر به نظر تو آدم ریش سفید دروغ میگه تو خونه خمیای باور بکو پست تو خونه کنو بی شرف کتونی تو بیل ور دارو برای خونه بیخیده که خونه میفهم اینا بیخیرا بیخیده که خونه میفهم پتورم انداخته که تو چک تیار شده زی تو خیلی تو کار دارو